بله. سلام میکنم. سلام علیکم. حال شما خوب است؟ مرسی، خیلی ممنون. شما؟ من فاخر هستم. شما؟ فاخر خانم، شما مرا نمیشناسید. نمیشناسم. نه نمیشناسید. خوب هستید؟ خیلی ممنون، مرسی، قربانتون برم. خب شما برای فروش چی دارید برای خانه؟ منزل، اساس منزل گوشم برای فروش. مبل دارم، یه دست مبل چرم دارم، میز داخلی دارم. چرم؟ چه چرمه؟ پوست چه چرم است؟ چرم سفید و مشکیه، پایه‌اش هم نقره‌ایه. پوست گاو است؟ پوست بز است؟ چه پوست است؟ پوست خوک نباشد؟ نه، پوست خوک نیست. به خاطر چرم ایتالیایی، چرم خوبه. آها، اوکی. بعد مدلش چیست؟ مدلش ایتالیاییه. مبلم قشنگه، مبلم خیلی قشنگه. مبل قشنگ است. بله. بعد شما دیگه چی دارید؟ شما کجا هستید؟ میخوایم بیاین ببینید. اگه نزدیک هستید بیاین. من وودلند هیل هستم. وودلند هیل هستید؟ بله. من در وست‌وود هستم. شما وست‌وود هستین. زیاد دور نیستیم. اوکی. شما دارین اسباب کشی میکنید؟ به چه خاطر دارید اینا رو فروختن میکنید؟ من چون دارم میخوام برم دیگه، به خاطر همین دارم میفروشم وسایل ما. کجا میرید خانم؟ جان؟ کجا میخواید برید؟ من دارم از این شهر میرم. دارید از کالیفرنیا میرید؟ بله. ایران که نمیرید چون ایران جنگ است، نرید خانم. نه، حالا ایران نمیرم. نه. آره. خب شما فقط مبل دارید برای فروش؟ مبل و تابلو، هر چی دست رو هسته بیام میخوام خونه ببینین دیگه. به خدا شاده نمیخوام که مزاحم وقت شما بشم. نه، خواهش میکنم. شما دنبال چه چیزی هستی بیشتر؟ والا من اینجا یک بیزنس دارم. بله. و جنسای دست دوم خریدن میکنم و معمولا شما باید دیدن بکنم که چه جنسی دارید. باید قیمتش مناسب باشد. بله. خب نگاه کنیم ببینیم برای مغازتون چه چیزایی احتیاج دارین. میتونیم اگه که بازی کردیم حالا بیاین ببینید. اول خمسیل دارید؟ جان؟ خمسیل. کمسیل؟ نه، خمسیل دارید؟ خمسیل نمیدونم چی میشه. فریج. شما ایرانی ها میگه یخچال میگید؟ یخچال؟ یخچال میگه. یخچال نه. یخچال داشتم فروختم. یعنی تیوی دارید؟ تیوی هم اونم فروختمش. انبار دارید؟ انبار نمیدونم چی میشه. فکر کنم شما ایرانی ها میگید کمود میگید شما ایرانی ها؟ آره، کمود. دو تا کمود چیزم دارم. نه، کمودی که اصلا بخوای توش چیز بده. من یه سری وسایل آنتیک و قشنگم دارم. اگه بخوای بیا ببینی میتونی ببینی. یه شومینه خیلی خوب دارم. کلان است؟ بار خیلی خوب دارم دیگه. شومینت کلان است؟ جان؟ شومینت کلان است؟ یه شومینه دارم کوچیکه، یه شومینه دارم که کلانه، که اون یه شومینه برای سقف بلنده و خیلی قشنگ. یعنی یه چیز شاهانه خیلی قشنگه. 25,000 تا قیمتشه. من خیلی دارم میدم بره اینا. شما چند میدید؟ من بیاین ببینید با یکی در میاد. تو رو خدا تعارف نکنید. من میخوام بدونم قیمتش چیست که اون تا اونجا میام وقت شما رو نگیرم. خواهش میکنم. من مثلا شومینه‌مو شما به هر کی میخوام شومینه من جاش هم بهتون میگم کجا یک اسپشیال شومینه رو میسازن 25,000 قیمتشه. اونو میدم بهتون 5 تا شومینه‌مو. شما خودتون میتونید خیلی عالی بفروشین اون شومینه رو. شومینه رو خود خریدی 25,000 دلار؟ بله. خود راست میفرمایید؟ بله. من جاش هم بهتون میگم بریم النگشو ببینین اصلا. پس چرا اینقدر مفت فروختن میکنید؟ برای که نمیتونم بخوام برم که من دیگه نمیخوام برم. چیکار کنم؟ مجبورم بدم بره دیگه. آخه شما میگید که کوچک است میگه کلان نیست. نه. اون کلانه رو میگم 5,000 تا. کوچیکه رو ارزون بهتون میدم. کوچیکه رو میدید؟ کوچیکه رو بهتون میدم 500 تا. بیام بریم. قشنگه، خیلی قشنگه. میخوام مفته والا. بعد آتش فشان میآید ازش؟ آتش فشان نه. اگر شومینه است که همه شومینه ها آتش فشان داره. این چه جور شومینه است که آتش فشان ندارد؟
نه دیگه آتشفشان تو خود شومینه است. این فایر پلسی که فقط نما اون جلو میذارن، جلوی شومینه میذارن. شومینه که خودش از تو ساختمون میاد که پایینش آتش میشه، ولی این جلوی اون شومینه میذارن. خب آتش فشان دارن، روشن میشه، آتشش فشان میشود. بله بله بله. من فکر کردم فقط برای دکور است. همون دکور دیگه، جلوی شومینه میذارنش. جلوی شمینه. فهمیدن کردم، این یک دکور است که جلوی شمینه میگذارن. آفرین، بله بله، که روش هم مثلا چیزی میذاری، ساعتی میذاری، دکوری میذاریم بالاش فلان اونجوری. فقط دکوره. ولی بله بله. از سنگ مرمر است یا قنبر است؟ نه سنگ مرمر، چوبه. چوب است. چوب گردوست؟ جان؟ چه چوب است؟ چوب گردوست؟ چوب، والا چوبش نمیدونم چیه دیگه، ولی قدیمی قشنگه، چیز خوشگلیه. خب الان اون خانه دارید؟ بله بله، خانه تو شما، من به خاطر که من در کار چوب زیاد هستم و سنگ میدانم، شما اگر برید روی چوب زدن بکنید ببینید چه صدایی میدهد، به من بگید، من به شما میگم چه چوب است. نمیتونم. یا تلفن رو بغلش بذارید، دو عدد روش زدن بکنید، من به شما بگم چه جور چوب است. بله بفرمایید. تشکر. من گوشه میذارم اینجا، شما آره بذارید روش. شنیدید؟ بله این چوب پوک است خانم. چوب است؟ چوبش پوک است. آها. این چوب گردو این صدا رو نمیداد، چوبی که پوک باشد این صدا رو میداد. آها. اینو ارزانتر بدید. دیگه نمیدونم والا، اونو دیگه نمیدونم والا. چوبش دیگه چوب چیه نمیدونم، چوب دیگه. بله حالا این آدرس تو بگید من در مپکوست پیدا بکنم. 367. بله شما سریع نگید، یواش بگید که من این رو نوشتن بکنم. شماره 534. یک لحظه اجازه بدید من خودکار بیارم. باشه. ای زغیه او قلم را آوردن بکن، من یک آدرس را کاغذ نوشتن بکنم. ای زغیه. خانم اجازه بدید، تشکر میکنم. باشه.